خدا خیرات خیرات خوشحال خیرات راستی جور اول خوب خیراته لالا ولیاز خدا دست از عموم شما خیلی بعضابی بله دست عموم شما بعضابی دست عموم ما اشته بعضابه کشکونه و استفاده میکنین دود همسایه بعضابا ما کشکونه آتش نمیکنیم ما جیر آتش میکنیم تایر موتر آتش میکنیم پوخ آتش میکنیم کا آتش میکنیم ما دود نمیکنه اینا می یا کشکونه دود میکنه یا تایر یا سیایل یا مبل ساخته اینا شما استفاده میکنه همسایه دست شما بعضاب هم خونه و زندگی ما کلا هم دود برداشته خب برار ما دیگه ما گناه منه باد خدایی دیگه بر اقل زد گناه شما لالا هست 4 تا بره بالا هم کنه که کمک دوده بکشه جست بره بالا که همسایه بعضاب نشه قبلا همون 20 سال میشه این جگاه قبلا هم بنده خدا به دست نگم بعضاب نبودیم هم 1 سال که دست شما له دست شما بعضابی میکشیم اگه پیگیری نکنیم پیش وکیل محل میروم بابا پیش هر کس یه بابا نداره بعضاب بابا جو من کجا بیارم 500 ریپه کار نمیکنم بابا شما تمام بیلر از شهر جمع کنیم بیاریم اینجا بیلر نصب کنیم که شما کار نه که برم شهرداری بیا در بسته کنه کی میرم شهرداری میام تو میام در بسته میکنم ما بعضا تمام مردم بعضا برا جو با مثل که شهرداری هم بچه همه شما نگه چه باشه من شکایت میکنم همین میخوام وکیل میگیرم کدوم وکیل وکیل محل من میگم برم رسولی هم بزوم سیر پستم بزیه بره نه آنی بسو هم سیداری بیام یک دفعه دیدی و تذکر بابا او 20,000 خرج داره کور به کپچ آسمون بالا کشی ما انسامینو براجو یا در بسته کو اگه نمیچه در بسته کو گپ مف خیلی یاد داری لالا چشم کوکو جان چشم حتما من شما با لیست میگیرم همین لیست جدید همین کسایی که مستضعف هستن کلا من اینا رو یک نوشته کردم چند نفر فهمید شما 8 نفر خوبه چشم حتما من شما با لیست میگیرم دل جمع باشه بخیر باشه خدا حافظ شما سلامت باشه همین لیسته بابا جان همه شما رو با همین لیسته میگیرن دیگه میگی کمکار به خونه خوک نمیبرم همین به سر غریب غربات تقسیم میکنم آمدم کی بود؟ کی بود آقا؟ یک دقیقه وکیل صاحب کار دارم تو دم در بیایی سلام خدا خیرات یا راست خیرات وکیل صاحب بخونه وکیل صاحب یک دقیقه بزن کارتشون رو اگه تا پین نیومدن یک دقیقه لالا خیریته همسایه ماما جمع گل ها بیان در سلام میگه وکیل صاحب بخونه هم گفتم ولی ها گفته کم بزنو کار دارم موضوع کمکار میگه منم نوشته کنه نه گفته دیگه موضوع کم کار دیگه دارم خب برو بیا بخونه خب بفرمایید کاکا یا الله یا الله یا الله یا الله بفرمایید یا الله یا الله بفرمایید بیا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بفرمایید وکیل صاحب خوبی؟ سلام که خوشحال جناب شما جویت راست زنده باشین سلام وکیل صاحب دست می همون خالی بعضابه چی وضعی داره بابا جان هر رقم چیزی می تایر آتش میکنه چیزی رو نکشیده بالا به خدا رخت لباس موضوع و همسایه بعضا خیلی دود میکنه بیخی خیلی موضوع من دست از حالا کی گرفته همون دست کینه به خیال دست من گلاک و پیارینه پارسال عذاب نبودم ماداما خوبی بودم اینجا برفتم حال این هر آتش خالی استفاده میکنه رعایت همسایه داری هم نمیکنه ما ماستم برام دوری سوری شکایت کنم گفتم باش برای کلیس سرگوشمون واکنم شما تذکری رو بدین دیگه بیخی ما بعضاب شدیم کلا همسایه هم بعضابه راست بگم پارسال که بود اگه اون بنده خدا دیگه که بود اگه زغال سنگ آتش میکرد خدای هیچ کدوم ما شما اذیت نمیشه نه اذیت نبودین خیلی حالا کم باشه چشم کار پیگیری میکنم خود از اون گپ میزنم که هم دودکش عموم خور بالا کنم و هم چی کنم هم به اصطلاح مصرفی که میکنم همین مواد یا زغال سنگ آتش کنم یا بالاخره چیز آتش کنم که مزاحمت به مردم نشه
حتما میکار انشالله میکنم. وکیل صاحب این معامله یک روز دو روز هم نیه، یک ماه سال مکمل اصلا به خدا امید داخل می خونه ما نریم. اصلا خیلی میگن تنر خونیه، اصلا در پنجره آدم نمیتونه واکنه، کلکی نمیتونه واکنه. خیلی بازا وکیل صاحب خیلی خواهشانه پیگیری کنه که کلا همسایه بازا تمام ما نه. چشم لالا چشم، حتما این کارو پیگیری میکنم. شما در جمع باشیم، خیال شما راحت باشه. خوب باش وکیل صاحب. بشین که چای بیاره. بیا خوشحال باشیم. چای بخوریم. نه بریم که کار دارم، خیلی بینیم. بخیر باشید. خدا شما خدا خوش آمدید. بفرمایید. خداحافظ براجو، خیر. خداحافظ شما. خداحافظ. لالا جان و در سوی یک زنکک پیرزالی بیچاره خیلی گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ خیریته؟ بیا آمده میگه وکیل صاحب هست گفته ما گریه میکنم، 4 تا بچه دارم صغیر یا مرم یک کاری بگن که هم لیست نوشته کنین دلم بری بسخ لالا میرم خیلی میشناسی؟ زن مشاگل. خو راست میگی. گریه نداره، برو بگو هیچ مشکل نداره. تعداد نفر نپرسان که من نوشته میکنه. هیچ گپ دلم بری بسخ اگه هیچ گپ نی، برو. خوب هیچ گپ نی، مشکل نی. لالا میگه 5 نفریم. خب خیلی دلم بری خیلی گریه میکنه بیچاره، ناله و زاری میکنه. خیلی هم 2 نفر اضافه تر نوشته کنه، چه کار میشه؟ هیچ گپ نی، خدا بیامرزه ما مشاغله. بیچاره حتما اول 2 نفر دیگه هم اضافه تر نوشته میکنه. او آدم خیلی آدم مستحقه واقعا. امی کمکا به موت آدم رو وای. وانا بریم گریه نکنه. برو بگو گریه نکنید، مشکل نه. گریه نداره، بگو نوشته میکنید. 2 نفر هیچ مشکل نداره. مکی با خدا را لالا شما به عذابم. چی خاطر لالا؟ این دود میکنه لالا، ما چی شما آتش میکنیم، هم هر چی لباس میشورم سر بمار جا میندازم بازم همه سیاه میشه. یعنی چی خدمت کنم؟ شما هم دود کش از بالا کشیم کم میکنیم، کمی هم سر به عذاب نمیشه. این جلو بادر میتونم بگم؟ جلو بادر نمیتونیم، او هم از خود راهی داره که چی رقم بگیره. چند تا بلر پیدا کنیم بالا کشیم، دود کش بالا کشیم که دود به هوا بره. پخش نشه بین مردم. من 50-60 از زیر پاکی سخم مصرف کنم. چیکار شد؟ وقتی که یک کار میکنیم باید همین تصمیمی که میگیریم باید به فکر رایل هم بشیم دیگه. شما میتونیم بریم پیش خود صاحبمون بریم اجاره کردم. من نمیتونم مصرف کنم کسی خود. خب من نه، شما بریم پیش صاحبمون دیگه. چرا برم؟ شما اجاره داریم بریم پیش که همسایه عذاب. شما باید برای خان صاحبمون بگیریم. چرا برم میخانه بگیرم؟ من میرم وکیل محل شکایت میکنم، میگم چهار طرف شما قبله به هر جا که ما این برین کاکو من اجاره کردم. من نمیتونم 50-60 شما این کار خوبی از همسایه به دست شما بازداب باشه. چرا فایده خود میگیریم به کسی؟ روز اول همون که افتادا کردن بگرفتن تیار کردن نگفتن قبلا نبود. قبلا نمود دود کشتش که دودم زد بالا میزد. همون که دود کشای بجانی نه. من نمیتونم کسی خود مصرف کنم کاکو. خلاص رسیدگی کنه لالا. ما که هیچ کار کردن نمیتونم پیار خود. من میرم شکایت میکنم شما. چهار طرف شما قبلا به هر جمعه برین شکایت کنین. وکیل کی نه کاکو؟ من میرم شکایت میکنم. بریم شکایت کنین. وکیل فقط وکیل رئیس میره.